هیچ کدوم از بزرگان تاریخ ادبیات ما که خیلی هاشون داستانگویی کردند، هیچ کدوم اینقدر تو داستان گفتنشون شاعرانه رفتار نکردن. یعنی گفتگو، دیالوگ به قول فرنگی ها، گفتگو شاعرانه است. میگن که لیلی طلبی ز دل رها کن. همه به من توصیه میکنن که لیلی رو ولش کن، به خاطر این عشق حال و روز خوبی نداری، پس رها کن لیلی رو. حالا چون همه گفتن اینو، قاعدتا باید الان بگه ای خدا این کارو برای من انجام بده، ولی برعکس میگه یا رب تو مرا به روی لیلی هر لحظه بده زیاده میلی. یعنی عشق منو به لیلی زیاد کن خدایا، از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای. این یعنی عاشقی که برای خودش هیچی نمیخواد،